پیش از سفر به مهاجرت از پدرم دعا گرفتم و وصیتش شنیدم که گفت پسرم در زندگی هر کجایی می باشی با خوبان همنشین باش، زیرا صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند. با همنشینی بدی که تو رو به کردار و رفتار بد میبرد بپرهیز. گفتمش پدر جان همنشینی بد تا چه اندازه به انسان ضرر خود رو میرساند؟ گفت ای پسر جان دور باش از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها تو رو بر جان زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند. مصرع‌ها را شنیدم و به دل گفتم دلا نزد کسی بنشین که از دلها خبر دارد، به زیر آن درخت رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرا هر سو چو بیکاران، به دکانی کسی بنشین که در دکان شکر دارد. حق جانبی پدرم بود که در آخر گفت یار بد هر دم تو را نیز بد کند، یار خوب در هر کجا خوبت کند.